سلام. در این درس انگلیسی ما با شما 15 نوع دیگری پول رو می‌آموزیم. رفتیم. پول یک خاصیتی دارد که در حالت‌های گوناگون نام خود را عوض می‌کند و امروز ما با شما 15 نوع دیگری پول رو می‌آموزیم. نام یکمی پول این salary است. salary این معاش است و معاشی که کارگران دائمی می‌گیرند و مثل دکتران، معلمان. مثلا her net monthly salary is 2500 سومونی، یعنی معاش ماهانه تازه او 2500 سومونی است. A 5% salary increase، یعنی بلندشوی معاش به اندازه 5%. سعدی is on a quite good salary in his present job، یعنی سعدی در کار حاضرش بسیار یک معاش خوب میگیرد، یعنی quite good salary، بسیار یک معاش خوب میگیرد. کلمه دوم wages باز هم این معاش است، اما این معاش هست که با کارگران مفصمی داده می شود، یعنی با شخصانی که گویم ساعت بای کار میکنند یا اینکه روزانه کار میکنند یا اینکه مقدار معین کار را اجرا میکنند و با آنها پول معین داده می شود. We were struggling to get a better wages، ما کوشش کرده ایستاده بودیم که یک معاش خوبتر گیریم. Is she paid a regular wage؟ آیا وی معاش دائمی میگیرد؟ What is the minimum wage in your city؟ یعنی در شهر شما معاش حداقل چند است؟ یعنی پس شما چند قدر معاش میگیرید؟ کلمه سوم stipend این یک پول معینی هست که برای کمک پولی به دانشجویان، معلمان و یا که کارگران داده می شود و آن از طرف اداره یا اینکه از طرف دولت پرداخت کرده می شود. مثلا he hopes to get awarded a stipend for the further research، و امید دارد که برای تحقیقات آینده و گویم ادرار پولی میگیرد، یعنی استیپند این ادرار پولی است، یعنی کمک پولی. There is no stipend but college credit is available and the lunch is provided، یعنی اینجا کمک پولی ندارد اما قرض دانشگاهی هست و خوراک نصف روزی برای شما رایگان داده می شود. مثال دیگر he receives a small stipend for his work as a research fellow، و برای همکاری تحقیقات بودنش یک استیپندیای خرد میگیرد. پنشن این نفقه است، یعنی داده می شود با شخصانی که از سن کاری برآمدند، یعنی با پیرانسالان، با بیوه‌زن‌ها و شخصانی معیوب. He has pensioned off from the army after the war، و بعد از جنگ از ارمیه یعنی از ارتش و نفقه فرستانده شد. His pension is not enough to cover his monthly expenses، که نفقه وی برای خراجات های یک ماهش کافی نیست. After a year I will be pensioned off، یعنی بعد از یک سال من با نفقه میبرایم. کلمه دیگر debt این پولی قرضی است که شما از یگان شخص میگیرید، یعنی debt این پولی قرض است. مثلا I paid off all my debts، یعنی من همه قرض های خود را دادم. باز هم مثال دیگر the company was in debt but now it's turning to a profit، یعنی شرکت اول قرضدار بود اما حاضر با فایده برآمده ایستاده است. مثال دیگر she doesn't give debt to anyone، و به یگان کس دیگر پول قرض نمیدهد. کلمه نوبتی loan این پول قرضی هست که شما آن را از تشکیلات قرضی یا اینکه از بانک میگیرید. مثلا I need to get a loan، من باید از بانک قرض گیرم. Online loans is now very popular because it's easy to get them، یعنی آنلاین قرض های امروز به نهایت مشهورند زیرا گرفتن آنها آسان است. در حقیقت دوستان آنلاین قرض ها امروز به نهایت مشهور شدند زیرا گرفتن آنها آسان است و ایمان اینترنشنال گرفتن قرض را برای شما باز هم آسان تر کرده است، زیرا شما طریق آنلاین از سامانه ایمان.tj همگی با 3 قدم میتوانید مبلغ دل خواهتان را قرض گیرید. سلک برای آنلاین قرض از ایمان اینترنشنال در شرح این ویدیو گذاشته می شود و ما دوام میدیم دوستان. کلمه نوبتی این donation است. donation این گویم خیریه هست. شما این پول را میدهید با تشکیلات های خیریوی که یگان کاری خیر میکنند، در اینجا مکتب میسازند و یگان آفزاده ها کمک میکنند یا که با شخصانی بیچاره. این donation. مثلا he donated whole his salary for the orphanage، یعنی وی معاش پوره خود را با یتیم خانه خیر کرد. We are looking for donations to renovate the school in a rural area، ما پول خیریه کوفته ایستادیم برای تعمیر کردن مکتب در دهه، یعنی rural school این مکتبی دهه است. یکی از نام های دیگری پول این
تیپ است. تیپ در زبان تاجیکی چای پولی ترجمه می شود و اون بسیارتر پیشنهاد کرده می شود با پیش خدمت ها در طربخانه، آشخانه و رستوران ها. مثلا she gave the pizza delivery man a good tip و با رساننده پیتزا یک چای پولی خوب داد. He left the waitress a big tip و برای پیش خدمت چای پولی به نهایت کلان بود. dowry این کلمه نوبتی است که ما هنگامی خانه‌دار شدن می‌دهیم استفاده می‌بریم و این قلینگ است. dowry این قلینگ است. شخصانی که زن گرفتنیت فراموش نکنید dowry این قلینگ است. مثلا father please give my dowry. Father please give me my dowry. پدر لطفاً قلینگ ما را با من ده. مثال دیگر how much dowry did you pay؟ یعنی تو چند قدر قلینگ سپردی. کلمه دیگر alimony این بعد از جداشوی از زن یا که از شوهر برای نگاهبینی کودک پرداخت کرده می شود، یعنی الیمنت است. مثلا I have to pay alimony today. من باید امروز الیمنتم رو سپارم. یا که مثال دیگر they made me to pay a big alimony. اونها ما را مجبور کردند که یک الیمنتی وزنی سپارم. کلمه نوبتی tax این پول هست که ما با دولت پرداخت میکنیم، یعنی این اندوز است. tax این اندوز است. مثلا there are 10 types of taxes in Tajikistan. یعنی در تاجیکستان 10 نمودی اندوز موجود است. مثال دیگر the government should lower taxes. یعنی دولت، حکومت باید اندوزها رو پست کند. Nobody loves taxes but the taxes are our pension and our salary for the government workers. یعنی هیچ کس اندوز را نقص نمی‌بیند، اما اندوز این نفقه و معاش کارگران دولتی است. fines این پول است که سود برای شما تعیین می‌کنند و جریمه ترجمه می‌شود. Some fines are a few months of jail. بعضی از جریمه ها یک چند ماهی زندان را طلب می‌کنند. Some fines, a few months jail maybe. I was fined for parking. یعنی من جریمه سپردم برای اون درست گذاشتن ماشینم. باز هم یک مثال دیگر از پارچه فیلم there are fines you know. یعنی جریمه گفتنی گپ هست اگر تو میدونی. There are fines, you know. No, I know. اوکی، میگذاریم با کلمه دیگر ransom این پول هست که کودک دزدان همچون پرداخت برای برگرداندن کودک از والدین سراغ میکنند. مثلا when the ransom money didn't come he killed Sonny. When the ransom money didn't come he killed Sonny. وقتی که پولی گویم آن همون پرداخت کودک پولی یا اینکه نمیدونم در زبان تاجیکی چی میشود، یعنی وقتی که آن همون پولی رنسم نیامد وای سنی را کشت. یعنی که there is no any money for ransom. یعنی ما برای رنسم برای شما یگون پول نداریم. کلمه دیگر دوستان کلمه bribe است. bribe این غیر قانونی طلب نمودن این پول گویا برای خدمت رسانی است. یعنی این پوره هست، این کروپسی است. مثلا a bribe for official monkeys like you. یعنی پوره برای میمون های رسمی و مثل تو. bribe for official monkeys like you. یعنی هر یک شخصی که گویا برای اجرا کردن یگان کار پول طلب میکند این پوره حساب میشود. He asks a bribe for his service و برای خدمت رسانیش پول طلب کرده است. و کلمه اخیران دوستان این فی است. فی این پول هست که شما با مکتب، با لیسه یا اینکه با دانشگاه میسپارید. مثلا his school fee is paid beforehand. پول مکتب وی پیشکی سپرده شده است. She needs to pay her daughter's fee today. و امروز باید پول مکتب دخترش را سپارد. این بود دوستان درسی انگلیسی اویجی 15 نامی دیگر پول. و اگر دوستان شما میخواهید که زبان انگلیسی رو تستر و خوبتر از یاد کنید پس این درس های مورد نظر تماشا کنید. تا درس های دیگر دوستان بای.